درود شنوندگان عزیز، امروز شنبه 20 ایون 2020 سال است و نشر برنامه اطلاعاتی جنبست خبرهای هفته را با مهمترین تحولات هفته روان مستقیما از استودیو مرکزی رادیو موجر منظورتان میکنیم. جنبست خبرهای هفته را از تاجیکستان شروع میکنیم. در آغاز این هفته سفارت جمهوری اسلامی پاکستان در جمهوری تاجیکستان به همه عائله های از سیل ضرر دیده ناحیه خراسان ولایت ختلان کمک رساند. کمک به اهالی ضرر دیده ناحیه خراسان ولایت ختلان در شکل 67 تن سمنت برای ساختمان منزل های نو استقامتی پیش بینی شده بود. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری اسلامی پاکستان در جمهوری تاجیکستان عمران حیدر، اینچنین معاون رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراژدانی پالکونیک محمد جان سلیم زاده شخصا به نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ولایت ختلان یاری بشردوستانه جنوبی پاکستان را سپاریدند. باید قید کرد که جریان بنیاد بناهای نو استقامتی در ناحیه خراسان ولایت ختلان را حکومت جمهوری تاجیکستان به ذمه خود گرفته است. مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی در ولایت ختلان قبلا خبر داده بود که در قلمرو نوی که به ساکنان قطعه‌های زمینی نزد حولگی تقسیم شده است، کارهای ساختمانی شب و روز ادامه دارد تا پیش از فرارسی هوای سرد ساکنان به منزل‌های نو و زمانوی تامین کرده شوند. این هفته پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین فرمانی را امضا کرد که تا 15 سپتامبر امکان بود و باش موقتی یا استقامت دائمی خارجیان و شخصان بشهروند در فدراسیون روسیه به طور خودکار راست کرده می شود. طبق سندی که روز 15 ایون در پورتال رسمی اینترنتی اطلاعاتی حقوقی حکومت فدراسیون روسیه نشر شد، دوامناکی بودوباشی موقتی یا دائمی خارجیان به طور رسمی در حدود مرزی و مأموری فدراسیون روسیه تا 15 سپتامبر سال 2020 تمدید می‌گردد. قبلا این مهلت با سبب پاندمی از کرونا ویروس تا 15 ایون مقرر شده بود. همین طریق تا 15 سپتامبر سال روان نسبت شهروندان خارجی هیچ گونه قرار درباره غیر امکان بودن بودوباش، خارج کردن یا خود به اصطلاح روسی دپارتاسیا قبول کرده نمی شود. شما جنبست خبرهای هفته روان را مستقیما روی موجه رادیو موجر میشنوید. در این هفته 15 ایون سال جاری مقامات پایتخت جمهوری مردم چین شهر پکین پس از به قید گرفتن خروج کرونا ویروس در بازار سندفه در تمام حدود شهر پکین حالت فوق‌العاده اعلان نمودند. نظام جاری شده محدودیت ها را برای حرکت در محله ها، اینچنین بستن مکتب ها، انشاءات ورزشی و چین‌کنی حتمی حرارت در بین شهروندان هنگام داخل شدن به مغازه ها و دیگر جایهای جمعیتی پیش بینی می‌کند. بازار یک لخت فروشی سیندفی که در جنوب پکین جایگیر است، یکی از کلانترین بازارهای شهر پکین محسوب یافته، آن زیاده از 100 هکتار را اشغال می‌کند و در آن بیش از 10,000 نفر به فعالیت صاحبکاری مشغول هستند. از چین به افغانستان می رویم و جنبست خبرهای هفته را مستقیما ادامه می دهیم. دکتران سازمان بین المللی طبیبان بدون مرز اعلام داشتند که پس از حمله مرگبار ماه گذشته به تولدخانه شهر کابل جمهوری اسلامی افغانستان با اشاره به خطر تکراری چنین حمله ها تصمیم گرفتند قسمی از آنها افغانستان را ترک کنند. حدود کمی دیگر طبیبان خارجی بهره آموزش دکتران افغان تا یک مدت دیگر در بیمارخانه دشت برچی شهر کابل باقی خواهند ماند. مقامات جمهوری اسلامی افغانستان در حمله مرگبار به تولدخانه شهر کابل انگشت اشاره را به طرف گروه رادیکالی طالبان روانه نموده بودند که ادعاها درباره این حمله رد کرده شد. سازمان بین المللی طبیبان بدون مرز در همکاری با وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان از سال 2014 کار می‌کند و به زنان حامله و نوزادان کمک رایگان طبی می‌رساند. شما مهمترین تفصیل خبرهای هفته روان را مستقیما روی موج رادیو موجر در برنامه اطلاعاتی جنبست خبرهای هفته میشنوید. ایالات متحده آمریکا تجربه جزای قتل را در سطح فدرالی از نو برقرار میکند، خبر داده بود خدمات مطبوعات وزارت عدلیه آمریکا.
طبق معلومات حکم‌های قتل در سطح فدرالی بار اول در 17 سال اخیر در ایالات متحده آمریکا برآورده می شود. قید کرده می شود که نسبت 4 جنایتکار که به تجاوز و کشتار کودکان محکوم کرده شده‌اند جزای قتل تعیین کرده شده است. این محبوسان روزهای 13، 15، 17 ایون و اینچنین 28 اوگوست به قتل می رسند. حکم قتل با استفاده از مواد مخدری که سبب بازداشتن راهی نفس می گردد به عمل برآورده می شود. دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا این اصول را موافق تغییرات بند 8 سرقانون که استفاده جزای اسدزاد از جمله هنگام اجرای جزای قتل را منع می کند تصدیق کرد. حکم قتل در ایالات متحده آمریکا از 50 ایالت در 28 تای آن عملی کرده می شود. مطابق تغییرات بند 8 سرقانون تطبیق این چاره تنها به جنایت کشتارهایی که از جانب کلانسالان عاقلانه صادر کرده می شوند محدود است. طبق معلومات رسمی در سال 2019 در شتات‌های متحده آمریکا بیش از 20 نفر جنایتکاران مخصوصاً خوفناک در اساس قرار دادگاه‌ها به حکم قتل مواجه شدند و تقریباً 12,000 محبوسان دیگر انتظار حکم قتل هستند. در سطح حکومت فدرالی جزای قتل در ایالات متحده آمریکا از سال 2003 این جانب تطبیق کرده نشده است. نظر به تاجیکستان میکنیم و جنبست خبرهای هفته را مستقیما ادامه میدیم. در ادامه این هفته تحت ریاست سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده جلسه نوبتی ستاد جمهوری اوید به پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیکی و پیشگیری پنجشنبه سیرویت کووید 19 برگزار گردیده بود. در جلسه ستاد چاره‌های مربوط به پیشگیری و سیرویت کرونا ویروس در دوشنبه و دیگر منطقه‌های تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفتند. با نظر داشته به اعتدال آوردن وضعیت پنجشنبه و سرایت کرونا ویروس در جمهوری تاجیکستان، ستاد جمهوری اوید به پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیکی از 20 ایون سال 2020 در کشور مراسم توی را در دایره اشتراک تا 100 نفر مهمانان اجازت داد. فعالیت دیگر مؤسسه‌های خدمت‌رسانی از جمله طربخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها نیز با رعایت حتمی قاعده‌های سانیتری و گیگینی در نیمه هفته روان نیز به اجازت داده شدند. اینچنین طبق قرار داخلدار پروازها در خط سیرهای بین المللی به شهر دبی امارات متحده عرب و جمهوری ازبکستان از 1 ایول سال روان اجازت داده می شود و مسافران باید شهادتنامه طبی با خود داشته باشند. هماهنگسازی با ستاد جمهوری اوید به پرزور نمودن چاره‌بینی‌های ضد اپیدمیکی و پیشگیری پنجشنبه سیرویت کووید 19 پروازهای ترانزیتی و چارتری برای انتقال مال و محصولات توسط خط سرهای بین المللی انجام داده می شود. به آگنتی اویاسیا گراژدانی از حکومت جمهوری تاجیکستان سپارش داده شده بود که تشکیل پروازها را به فدراسیون روسیه، ترکیه و جمهوری مردم چین آموخته به ستاد جمهوری اوی پیشنهاد و خلاصه‌های خود را ارائه سازند. بانک مرکزی روسیه خبر داد که در طول 3 ماه سال روان مهاجران مهنتی تاجیکستان به وطنشان 359 میلیون دلار انتقال دادند که این 103 میلیون دلار یا خود 22.3% نسبت به همین دوره سال 2019 کمتر است. صرف نظر از آنکه تا اولهای ماه ایون سال روان در قسمت‌های علاهده شهر و ولایت‌ها و جمهوری‌های حدودی فدراسیون روسیه حالت خودنگهداری در خانه وجود داشت، تمام مهاجران مهنتی با هر راه و واسطه توانستند کمی هم باشد کار کرده مبلغی به دست آورند. اقتصاددانها در شرایط امروزه که کم شدن جایهای کاری و پست شدن مزد مهنت مهاجران را به بار آورده است، پیشنهاد می‌کنند که برای بودجه قانونی مهاجران مهنتی در روسیه سبکی‌های میانه مهلت داده شود، خصوصا در این دوره پرداخت ماهانه پول پاتنت منع کرده شود. در این زمینه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 15 ایون سال جاری فرمان به تصویب رسانید که طبق آن مهلت بودجه مهاجران مهنتی تا سنه 15 سپتامبر سال روان در زمینه چاره‌های سبکگردانی حضور خارجیان در روسیه به راه مانده می شود، ولی در این زمینه مهاجران از پرداخت پول پاتنت آزاد کرده نشدند. سال گذشته مهاجران کره تاجیک از فدراسیون روسیه به جمهوری تاجیکستان 2 میلیارد و 576 میلیون دلار انتقال دادند که تقریباً 3/1 مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل می‌دهد.
بانک جهانی کاهش رکوردی انتقال پول مهاجران مهنتی را در سراسر جهان در دوره پاندمی از کرونا ویروس و بعد آن تا یک دوره معین پیشگویی می‌کنند. طبق اطلاع این سازمان بین المللی مولوی، کاهش انتقال پولها با کم شدن مزد مهنت و شغل مهاجران مهنتی علاقمند است که در سال 2020 تا 20% کاهش خواهند یافت. طبق اطلاع بانک مرکزی روسیه باشد در سال 2019 از این کشور به دولت‌های اتحادیه دولت‌های مستقل قریب که 13 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا مبلغ انتقال شده است. جنبه خبرهای هفته را مستقیما روی موج رادیو موجر میشنوید و امروز شنبه 20 ایون 2020 سال است. در رابطه با پاندمی از کرونا ویروس، شرکت ملی هواپیمایی ترکمنستان با تأخیر انداختن همه پروازهای بین المللی را تمدید کرد. گفته می شود که پروازها برای یک ماه دیگر نیقترش تا 20 ایول سال 2020 اجرا کرده نمی شوند. در این دوره خطسیرها از اشخاباد و بازگشت به استانبول، مسکو، سنت پترزبورگ، قزان، مینسک، آلماتا، فرانکفورت، ماین، برمنگ، امریتسر، دهلی، دبی، ابوظبی، پکین و بانکوک کار نخواهند کرد. مسافران این پروازها می توانند با شرکت مراجعت کرده پروازهای خود را بعد از سنه 20 ایول سال روان موافقه کنند. قبلا شرکت هواپیمایی ترکمنستان گفته بود که تمام پروازهای بین المللی را تا سنه 20 ایون سال 2020 لغو کرده است. طبق معلومات رسمی تا روز 17 ایون در جمهوری ترکمنستان یگان حالت گرفتاری به کرونا ویروس به قید گرفته نشده بود. این یگانه کشور است که در آسیای مرکزی که در آنجا سرایت کووید 19 از روی معلومات رسمی وجود ندارد. جنبه خبرهای هفته را مستقیما ادامه میدیم و نظر به تاجیکستان میکنیم. 19 ایون سال روان وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خبر داد که از 25 ایون سال جاری پروازهای چارتری شرکت‌های وطنی سومونیر و تاجیکر از شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ، یکاترینبورگ، قزان و نوسیبیرسک فدراسیون روسیه به جمهوری تاجیکستان به راه مانده می شود. باید قطع کرد که ضمن اجرای پروازها اولویت به طبقه‌های آسیب‌پذیر شهروندان تاجیکستان پیش از همه به بیماران، زنان با کودکان خردسال، پیرانسالان، دانشجویان اینچنین شخصانی که بنابر سفر خدمتی در روسیه درمانده‌اند داده می شود. در سفارت تاجیکستان در مسکو و کنسولگری‌های گنرالی کشور در شهر سنت پترزبورگ، یکاترینبورگ، نوسیبیرسک و اوفا کمیسیاهای مخصوص تأسیس داده شده وظیفه آنها ترتیب دادن رویخط‌های شهروندان خواهد بود. پس از آماده گردیدن رویخط‌ها، شهروندان باید به خریداری نمودن چپته‌ها خبر کرده می شوند. آمده است در خبرنامه وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان. حکومت ژاپن به تاجیکستان در این هفته در پیشگیری و واکنش به پاندمی کووید 19 کمک بشردوستانه کرد. 19 ایون در این هفته مراسم مبادله یادداشت‌ها درباره برنامه رشد اقتصادی و اجتماعی بین سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری ژاپن در تاجیکستان تاکایوکی میاشیتا و وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهرالدین برگزار گردید. برای اجرای این طرح حکومت ژاپن به تاجیکستان 600 میلیون ین ژاپنی تقریباً 57 میلیون سومونی جدا می‌کند. لایحه مذکور امکانیت‌های مؤسسه‌های طبی تاجیکستان را توسط تجهیزات معاصر طبی برای تشخیص و طبابت بیماران دارای کووید 19 افزایش می‌دهد. حکومت ژاپن در دایره برنامه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی برای ساحه‌های اجتماعیات علل خصوص در سمت رشد موثرکننده بیمارخانه‌های کشور سهم می‌گذارد. دولت ژاپن و تاجیکستان در ساحه‌های مختلف رشد می‌یابند. تا امروز بسیار لایحه‌ها خصوصا در ساحه اینفراستراکتور و رشد دهات منتظم تطبیق کرده می‌شود. از سال 1996 این جانب در سمت همکاری‌های اقتصادی کشور ژاپن در حجم تقریباً 330 میلیون دلار کمکی به بازگشت به تاجیکستان رسانیده است.
در تاجیکستان تقریبا 50,000 oile کمبیزات دارای فرزندان خردسال پرداخت یک وقتینه 500 سومانی از بانک جهانی دریافت میکنند. در آخر این هفته خبر داد ریا نوستی با استناد به سخنگوی دفتر نمایندگی بانک جهانی در دوشنبه نگینه علیوه قید کرده می شود که بانک جهانی عهدهدار است که تاجیکستان را در پیشنهاد واکنش ابتدایی و ثمراناک به بحرانی که در نتیجه پاندمی به وجود آمده است و در پس کردن عاقبت‌های اجتماعی و اقتصادی آن برای خانواده‌ها کمک کند. گفته است نگین علیه و سخنگوی بانک جهانی از قول یان پیتر آلترس رهبر دفتر نمایندگی این سازمان مالیوی بین المللی در دوشنبه انتقال پول فوری به مبلغ 500 سومانی برای اویله‌های کمبیزات کودکان تا 3 ساله که به سیستم کمک سراغوی اجتماعی شاملند پیش بینی شده است و در مدت 6 ماه پوره باید تقسیم کرده شود. انتقال پول نقد به پیشگیری خطر زیادتر نورسایی غذا در بین کودکان خردسال در دوره بحران کمک میکند و عاقبت‌های احتمالی منفی پاندمی را برطرف میکند. علاوه بر کمک مالیوی به گیرندگان انتقال‌های پولی، معلومات مهم درباره غمخوری به کودکان خردسال در انکشاف و رشد تشکل آنها توسط غذای درست، گیگین رشد بروقته و ایجاد محیط سالم، بی‌خطر و اعتماد بخش خانه حتی در دوره اپیدمی کووید 19 نیز داده می شود. انتقال پول نقد از جانب اگنتی دولتی حفظ اجتماعی و سقورتا در یکجایی با بانک جهانی در بین اویله‌های نیازمند تقسیم کرده می شود. شنوندگان عزیز، شما مستقیما جنبست خبرهای هفته را با آخرین تحولات و مهمترین تحولات تاجیکستان و جهان روی موج رادیو موجی شنیدید. سلامت باشید و در روزهای استراحتی به شما تبی خوش و گوارا را تمنا میکنیم. سلامت باشید.